سلام، گفتگوی امروزه ما با جوانی تاجیک است که پرچم تاجیکستان را در چندین کشور عالم در واقع بسیار بلند افراشته است. صحبت با فرهاد مومینوف، کوهنورد جوان است که هر قله را که فتح میکند آنجا پرچم تاجیکستان را برمی افرازد. فرهاد چند پیش دیگر باره قله بلندترین گرجستان، قله کزبک را فتح کرد. فرهاد، با برنامه ما خوش آمدید و نخست میگفتی که چگونه به این اکسپدیسیا شامل شدی؟ بله، تشکر زیاد. با این اکسپدیسیا من با تکلیف دوستانی که پیش یک چند روز یکدیگر رو میشناختیم و دیگر کوهنوردانی که از دیگر دولت‌ها هستند، ما در دیگر کوه‌ها و حتی دیگر قله‌ها در دیگر دولت‌ها واخوردگی بودیم و شناخت پیدا کردگی بودیم. اما شخصان ما رو با فتح این قلعه کزبک که در دولت گرجستان، خوبتر از بگم که در سرحد روسیه و گرجستان جایگیر شده است، به نام کزبک که 5300 متر بلندی دارد، دعوت کردم و من با آنجا رفته همچون اولش من فکر کردم که همچون اشتراکچی من در آنجا اشتراک میکنم، اما حسابی که بسیار هم فهمیدند که من تجربه دارم، الکی یک چند سالها شد و یک چند قله‌های بلند جهان را الکی فتح کردم. ما را همچون باز یکی از شخصانی مهم، یعنی سردار همون گروه ها جای دادند و من باز با همونجا همچون گویم که پیشگرا هم اشتراک کردم. رهبلت. بله، رهبلت. بله. و شما به غیر از کوهنوردی با آموزش جهانگردی یعنی توریسم مشغول هستید. از گرجستان که آنجا این ساعت ترقی کرده است چی آموختید؟ بله، در حقیقت درست است. بسیار سوالی با مورد است. با وجود یعنی که من با کوهنوردی مشغول هستم و برآمده با قله‌های بلند آن یا این دولت که سفر کنم برای پیداگذاری میکنم، من باز با آموزش ساحه انکشاف ساحه توریسم اون دولت‌ها مشغول هستم. یعنی که من می‌آموزم، می‌بینم که چگونه ساحه توریسم در اون دولت‌ها به پیش انداختن، یعنی که به پیش رو به انکشاف می‌بردن و بسیار نزدیکی‌های دارد ساحه توریسم، از آن جمله برای پیشرفت آن. اگر ما بخواهیم که در تاجیکستان همون پیشروی کنیم در این ساحه، ما باید که بسیار نزدیکی توریسم را از دیگر دولت‌های پیشرفته، از آن جمله از آن دولت‌هایی که در آنجا سیاحتچیان زیاد هستند نسبت دولت ما باید آموزیم. من از آن جمله به همین خود همین کار مشغول هستم. از آن جمله در دولت گرجستان که بودم وقتی آخر آموختم و بسیار چیزا را از خود کردم. از آن جمله گفتم میتوانم که دولت گرجستان این حالا یکی از دولت‌های شده است که هر ساله بسیار هم سیاحتچیان از دیگر دولت‌ها سفر میکنند، دیدار از تاریخ، دیدار از جای‌های زیبا از جای اون دولت میکنند. و این هم برای من یک مثال شد که ما هم برای خود در آینده همین چیزا رو عبرت گیریم و برای ساختن انکشاف ساحه توریسم آماده باشیم. در تاجیکستان برای انکشاف دادن جهانگردی، سیاحی و از جمله کوهنوردی چی کار باید کرد؟ طوری گفتی باید از دیگران آموخت. بله. در جمهوری تاجیکستان اگر در عموم گیریم، همچون من یکی از متخصصان همین ساحه گفتم میتوانم که امکانیت‌های ما زیاد داریم. یعنی که ببینید که جای‌های تاریخی زیاد هم داریم، جای‌های که کوهنوردان اکستریم میگویند، با کوه بلند میبرویند ساحه کوهنوردی، این جای‌ها را ما لایق میباشیم. و عموما گویم از یک بعضی سیاحتچیانی هستند که برای استراحت میآیند. جای‌های استراحتی خوب هم داریم، اما گویم که همین چیزا را کمی دیگر باز هم یک دقت مخصوص به این کارها دادن در کار. یعنی که باز هم کار کردن لازم برای صفت همین جای‌ها رو خوب کردن تا که سیاحتچیان بسیارتر بیایند و بسیارتر از جای‌های ما رو ببینند و به خودشون اگر در حالی که آنها خرسند شوند و در آن جای‌ها استراحت نصب کنند، باز هم در سال آینده باز دیگر شخصان رو به تاجیکستان ما روان میکنند و خود آنها هم آماده میتوانند. یک مثال عادی در دولت گرجستان من با سیاحتچیان آمریکایی، با سیاحتچیان نیمز واخوردم، صحبت کردم که آنها برای استراحت آمادگی کنند. من از آنها پرسیدم که بار اول هستین؟ آنها گفتند که بسیار از آنها گفتم بار دوم، بار سوم، بار چهارم است. اینه که با یک دولت یک سیاحتچی چند سال سفر میکند، با کدام خاطر؟ به خاطری که با اون خوش آمد سال اول. برای همین این چیزا رو نه آموختن لازم تا که سیاحتچیان خوب بیاید. برگردیم به ساحه کوهنوردی. در آینده نزدیک یا برای فتح قله نو میروی یا چی برنامه داری؟
ولی مدت ماه‌های آینده تا سال نو من باید که به دولت گرمانیا سفر کنم. از آنجا با همراهی گروه نیم‌ها باید که به دولت فرانسه رویم. از آنجا با کوههای آلپ که خدای آن منبلان هم دارد با آنجا ما باید که برایم. این دوستانم کوهنوردانی که در دولت گرمانیا زندگی میکنند آنها خودشان می‌نشستند و آنها به روسیه آمدگی بودند. من در قله بلندترین اروپا به نام البروس کار کردم، آنچه را بلد بودم. 2 سال اخیر من آنها رو با اون قله برآوردم و بسیار کاری من با آنها خوش آمد. آنها مرا دعوت کرده ایستادم به دولت گرمانیا تا من با آنجا رفته یک مدت با آنها باشم، با انکشاف با آموزش ساحه انکشاف توریسم گرمانیا و سپس با کوهنوردی از طرف دولت فرانسه با کوه آلپ برایم. تشکر. فرهاد مومینوف کوهنورد جوان تاجیک بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر.